از 9 تا 23 نوامبر در قصر ورزش شهر خوجند سمینار آموزشی برای مربیان فوتبال کودکان و نورسان برای دریافت شهادتنامه اس برگزار گردید. در این سمینار آموزشی که با مقصد بلند برداشتن دانش و ملکه مربیان فوتبال راه اندازی شد، 22 نفر مربیان فوتبال کودکان و نورسان از همه منطقه‌های کشور و جمهوری‌های ایران و افغانستان به بازآموزی جلب کرده شدند. ما اینجا کلاس اس آسیا رو گذروندیم پیش اساتید خیلی خوب، دانشمند، آگاه و از لحاظ فنی، از لحاظ تئوری خیلی آموزش‌های خوبی دیدیم. با این مربیان کارآموزان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مربیان پرتجربه بایر اگنبردیوف، اسرار شورجبوف و شرف دادومتوف نازک‌های فوتبال را هم به طرز نظریه و هم به طور عملی آموزانیدند. برگزاری سمینار آموزشی امکانیت فراهم می‌آورد که مربیان دانش و ملکه خود را بالا برده برای رشد فوتبال، جلب کودکان و نورسان به فوتبال و رشد و عمومیت ورزش سهم گذارند. Мы заканчивали курс по программе лицензии С, которая проводится у нас по всему Таджикистану. На данный момент мы провели курсы в городе Хадженте, где приняли участие студенты из Сагдийской области, наши гости из Ирана, Афганистана. Все приняли активное очень участие. Было приятно посмотреть на наших студентов, которые после окончания курса с основными знаниями примут работать совсем по другим методам. مربیان فوتبال از چنین توجه و دستگیری فدراسیون فوتبال کشور اظهار سپاس نموده ابراز داشتند که آن نازک‌های فوتبال را که در اینجا آموختند به شاگردان خود یاد می‌دهند و برای رشد و عمومیت فوتبال در کشور سهم ارزنده می‌گذارند. البته ما کوشش می‌کنیم هم هر آن چیزی که اینجا با استاد آموختن برای نورسان، برای پیشبرد فوتبال کودکان و نورسان در همه منطقه‌های تاجیکستان نورسان می‌آموزیم و برای آینده پیشبرد جامعه سالم نورسان تاجیکستان کوشش می‌دهیم. مورد به ذکر است که با تشبث فدراسیون فوتبال کشور همه ساله برای مربیان چنین سمینارهای آموزشی راه اندازی می‌گردد که مربیان ملکه و مهارت خود را بالا برداشته برای تربیت کودکان و نورسان سهم ارزنده می‌گذارند. مقصد و مرام عمر باشد که در آینده فوتبال تاجیک رشد یابد، مربیای کسبی بسیارتر باشند و خواهان آن هستیم که موفقیت‌های بلند نایل شوند. مربیان فوتبال کودکان و نورسان با سرتیفیکات‌های اس قدردانی کرده شدند.